در صنایع بسته‌بندی ما تیغ‌های مختلفی داریم که اونها رو تو ایران میسازیم و به مشتریامون ارائه میدیم. یکی از پرمصرف‌ترین تیغ‌ها تیغ‌هایی هستش که تیغ‌های مربوط به ماشین‌های تتراپک هستش که اینا با متریال استنلس استیل و HSS میتونن ساخته بشن. مورد بعدی تیغ‌های شونه‌ای مربوط به ماشین‌های تتراپک هست که این تیغ‌ها به دلیل حساسیتی که مربوط به صنایع غذایی هستش دارن، معمولا ما با 2 تا گرید اینها رو میسازیم. یک استنلس استیل 420، دو استنلس استیل 440 بی که از نظر رده‌بندی میشه گفت استیل 440 بی به دلیل سختی بالاتری که میگیره و مقاومت به سایش بالاتری که داره خیلی خیلی بهتر از 420 هست و خب طبیعتا یه مقدار قیمتش هم بالاتر از 420.